بچه هم سلام. Hi everyone. همگی سلام. 7 و 15 دقیقه صبح جمعه 18 آبان. خواب گوشیم زنگ خورد بیدار شدم. هوا هنوز کامل روشن نشد. شروع کنیم. خب من همون در اومدم. یه ذره شبیه مانسترا شدم. دیرم شده، الان ساعت 8. بعد اینم گذاشتم. همیشه با این قسمت دماغش مشکل دارم. بهتر شد. یه قهوه میخوام بزنم، لباسا رو بپوشم برم. حالا قهوه چیه؟ جزو یکی از بهترین کافیایی که میتونیم بخوریم. حالا این موکاشه، واقعا مزهش خوبه. بعد قیمتی هم نداره، مثلا 50,000 تومنه. شاید قیمت مثلا یه شات اسپرسو بیرون باشه، ولی خیلی خوشمزه است. اصلا یه چیز عجیب غریبی، حرف نداره. این هم به نفعمه. از این کادره اون برتر نرم، انقدر همه چیز شلخته است. وای گوش اصلا یه چیز عجیب غریب. خب من قهوه‌مو تناول کنم. حالا یه حرفی بود ویدیو میگیرم، زیاد کشدار نشه قضیه. شبیه کاستومای هالووینه. حالا هالووین انقدر زشت شده بودم. گیرمه خوشگل بود، خودم زشت شده بودم، اصلا نمیومد. عکسامو تو پیجم گذاشتم، خیلی هم بقیه خوششون اومد، تعریف کردم، ولی اصلا چیز جالبی نبود به نظرم رو فیسم. آقا من اسنپمو گرفتم، قهوه‌مو خوردم، صورتمو شستم، لباسامو پوشیدم، بس منتظر اسنپم. 40 دقیقه اسنپ نمیگرفت. اصلا چه شاین شده. مرگ پشمام ماشین روهای مشکیه. دماغم خدایی عمل میخواد. چشامم نمیبینه، دقت که عینک ندارم. عینکمو گم کردم. چرا یکی که چشاش ضعیفه با عینکشو گم کنه؟ نمیدونم. و خراب شده بود عینکم. حالا عینک جدیدم آماده شه طول میکشه. با شماره چش 3 الان اونجا رو نمیبینم، منتظر اسنپ. ولی قهوه خیلی خوشمزه بود. حالا
دیرم میرسم، ببینیم چی میگه دیگه. یه کوچولو دیر میرسم. راننده تا 1 دقیقه دیگه هم میرسه. لطیفش اومد. خب این هودیه رو با این شلواره که نه، شلواره اون یکی شلواره رو پوشیدم نمی اومد به استایلم، این یکی رو پوشیدم. نمیگم چند خریدم چون ارزون خریدم، شما فکر کن گرون خریدم. حالا اسنپی بیاد ببینیم چیکار میکنه. من اسنپ پیاده شدم، یه ماشین خسته ای بودا، یه ماشین خسته ای بود. صداش هم داره میاد واسه نشون. اون RDS که رفت اون ته. آره خیلی خسته بود، رانندش هم خیلی خسته بود. من روم نشد تو ماشین فیلم بگیرم، ویدیو بگیرم. تا اینجا هم شروع کرد صحبت کردن، کلی زنشو فحش داد، دلش پر بود. نمیدونم حالا چرا. حالا ما هم بریم چه عشقمون ببینیم چی میشه. زنگ خونه‌شون اول زنگ بزنم بهش ببینم در وا میکنی یا نه. در وا میکنه. مجی لا 2000 years later. کرجی. یه دور افسردگی دارم در میام، حالم داره بهتر میشه. مرد VVS1 حسودای پلاستیکی VVS1 کارتیره. شاید فیسش خوب نباشه ویدیو نمیگیرم. رفتیم تو اتاق ازش اجازه میگیرم بعد خداحافظ. آقا شما جماعت شاهدین من ساعت چند پا شدم، آلارم گذاشته بودم، پا شدم اومدم ساعت 10:30 میگه بخوابیم. خواب میاد خواب. داره میره. حالا یه لیوان شیرم خورده، سیگارش هم کشیده، کمرش هم قاروندم. کله ملت نمیخواره. خوب چه چشای خوشگلی دارم، خدایی نگاه کن. سش کره‌ای بودم، یه رگم کره‌ای بود. تو هنوز BTS فنی. الکی BTS فن و الکی الان متال هدار در میاد. داچلند الکی اداس دیگه، همش اداس. باشه دیپورت هم میکنی؟ آره. خب خجالت بکش. آفرین آدمش کنم. یه صدایی شنیدم ولی اشتباه میکردم. چه صدایی؟ فهمیدی اینجا چه صدایی اومد و گفتی؟ یه لحظه فکر کردم. بعد قرار بود دوام کنی، قرار بود ساعت 9 اینجا باشم. به مامانت میگی؟ خودتو زدی؟
پوست خودش بزنم. آره روتین پوستیمو سن گذاشتم اتفاقا. من هر روز که از خواب پا میشم اولین کاری که میکنم دوش میگیرم، ریشامو میزنم، بعد می‌تونم. ماسک صورت، آره. ژل آلوورا، آره. سرم پوست، آها. کرم شیر و الاغ، آها. آبرسان، بعد میام میشه تو. آها. یه قهوه هم لابلش میخورم. خدایی پوستو نگاه هیچ افکتی نداره الان، ولی یه دونه جوش هم نداره. من کنم از انبازی ها در نمیارم برم پوستم هم داری. خیلی خیلی بال بود. یه میم دیدم اینجوری بود که دخترها بعد استفاده از 100 مدل سرم پوست و ماسک پوست و فلان و فلان و فلان و فلان پوستشون پر جوش بود. بعد نوشته بود پسرها بعد شستن صورتشون با دستاشون و آب و تو پرانتز نوشته بود قبلش با دستاشون جغ زدن پوستشون صاف حساب. مثلا موهای من نگاه کن، نه موسمو نه هیچی، اینقدر تمیز اینقدر مرتب، مگه میشه اصلا کار خداست. رفتی؟ من اینو بیدارش کنم برمیگردی. طلبکاری؟ خواب بودیم تا الان. دیگه قبلی ویدیو فکر کنم برای 3 ساعت 4 ساعت پیش بود. آره 4 ساعت گرفتیم روی فاکینگ تخت خوابیدیم. چهار فاکینگ ساعت. البته 3 فاکینگ ساعت. 1 ساعتش من داشتم ادبش میگردم چرا این همه خوابیده. دهنه منو سرویس کرد. یه داد بزن مامانت بگو از اینترنت بگیره. بگو مامان برام اینترنت بگیر بی زحمت لطفاً. گفت خودت بگیر. بد شد که واسه من برش بگیرم برات. چرا؟ قطع کنم؟ خدافزی کن. کاپر انتخاب کردیم. میگم بهتون به نتیجه رسیدیم. A few moments later. خدایی چه خوشگلم. اعتماد به نفسم امروز خیلی بالاست مشخصه نه؟ اصلا خودم رو نگاه آره میکنم. من خودم از زاویه نگاه کنم حالا من میکنم. گوشی بالا گوشی رو بگی بالا. آها نگاه خیلی بهتر شده. من این زاویه هم خوبم. من همه زاویه خوبم به جز این زاویه. دماغم میره اونجا. دماغت عمل کن خیلی زای است. تو هم به نظر من برو از زندگی خودتو ساقط. خب نمیتونی این رو نشون بدی. چرا؟ پشتمو دیدی؟ چی پشته؟ نگاه کن چه کثافتیه. نمیتونی فکر کردم چیزی افتاده مثلا اونجا. خودمون که میتونم بچرخونم. دماغ من خدا بینی دارم. خدای کوچولوه. یه دست نکنی توش بینی داری. سوراخ دماغ منم انگوش میکنه. خوابیدیم خیلی رومانتیک یفه میرم یه چی رفت تو دماغ. دنبال مغز میگرده انگار. تو که میدونی نیست دنبال چی میگردی. صورتی آرایش میکنی؟ میخوایم کجا بریم؟
کافه صورتی پینک فلاور. پینک فلاور. چقدر من فلاور خوشم میاد. تو خوشت نه میاد؟ اصلا، ولی پینک خوشم میاد. پینک خوشم. قسمت پینکش خوشم میاد. منم پینک دوست دارم. خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل. چیز هست داره بالا میره گربه. خیلی قیافش موده. سریال جدید شروع کردم، قسمت 5شم، چجوری کردی؟ ولی نمیگم. نگی چی؟ نمیگم. بگو. یه راهنماییت میکنم. خب بازیگر نقش اولش یه خار مادره. همامتی مادر. نه بیرنگ تئوری. نه واقعا گیه. تو فیلم هم گیه؟ تو فیلم یه ذره گیه ولی واقعا گیه. شیملس. نه قدیما. سرچینگ. نمیدونم بگو. فرار از زندان. اوه! دارم میبینمش. تو فیلمش اصلا گیه نیست سریال. چرا همه فکر میکنن تو فیلم که گیه. اونجایی که حوله رو میزنه رو نرده ها فکر میکنن داره با سوکره یه کارایی میکنه. آها به من با سانسور شده اینو اصلا نمیدونم. تلویزیون دیدی؟ آره تلویزیون. اون ما چه این زاویه هم بده. اون میگیرم اینجا. اون قسمتیش هست که تو زندان شورش میشه با دکتره تو تونلان. خب اونجا رو تلویزیون چی نشون داد تو دیدی؟ یادم نمیاد. رد میشن میرن خب نجاتش میده. تو تلویزیون ایران اون سکانس 4 دقیقه طول کشید، تو سریال 20 دقیقه. یعنی خودت گل، بیرنت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل. نمیدونم روز مونم تو کام داشته چه ممایی. اوی میخوام تو پابلیک منتشر کنم. آقا نگاه کن. کن الان من این کارو میکردم چیکار میکردی؟ من ما تو باز نشون بدیم. هرچی ندیه. لباسمو در بیارم مثلا. نه نمیخوای میکاپ کنی؟ چرا؟ میکاپ خودم که لازم اشاره. برو بیا ننسم بگو این میاد. آقل ننه تو با خودت نبر بده چراغ این خونه روشن بمون. بگو کافه گله. خدا کنه بیاد. داره میکاپ میکنه، داره لوازم بارش میاره. بای خیلی خوشگل شدی. صورتی خط چشه؟ نه این برنشون. بریم منتظر هستم. من زشت حس سلنا گومز داری؟ خود خوشگلی دوست پسرت زشته؟ آره. بیا بشین. یه روپا آماده شد الانم که دیگه الان میره برای خودش. کلن مودش اینجوریه، همیشه من تو ماشین باید تنها باشم، این هدفونشو میزنه و
میتونم گوشم درد میگیره. خدای شکر خدا جواب دعاهای منو داد. سه تا چیز منه که خیلی دوست داری. چشات، موهات، شوخ طبعیت. اگه این سه تا رو از دست بدم بازم با من میمونی؟ نه نمیمونی؟ با آدم کوره کچله یوبس چی باید بمونم. واقعا؟ یعنی منو بخاطر این سه تا میخوای؟ آره یعنی منو وجود منو دوست من نداری؟ کورشم تو با من میمونی؟ آره دروغ نگو. آره منو که یادته میمونم واقعا دروغ نگو. جدی آره. این آدم ها شاید تو زندگی 1000 جور اتفاق براشون بیفته. به نظرم اگه من مثلا از همون اول یه چشم نداشتم خیلی جذابتر بود برای تو. آره یه چشم دو چشم ازشون اینجوری نمیتونستم دختر دیگری بزنم خیالت راحت میشه. گوشیدم نمیتونستم چک کنم. اون موقع خودمو میکشتم. ذوقو تو چشاش شنیدی؟ رسیدیم سر تا پا صورتی. حالا کجا رو داره نگاه میکنه؟ کافه صورتی. صورتیشو انگار می‌بینی انگار قرمز بوده. انداختم با لباس سفید بوده با لباس قرمز انداختم. اشتباه گفتم. کافه رو قراره مهمونش باشیم. ها خود گفتی. من قراره بشنم سفارشم رو بخورم بعد به بهونه دستشویی پاشم بیام بیرون اسنپ بگیرم برم این توی این چجوره شاپلر رو نگاه برو بالا دیگه. کجا؟ اونتر؟ واضح باشی. بشین. من کجا بشینم؟ خوش میگذره بهت؟ خوشحال اومدی کافه صورتی. اینا تو کدوم انیمیشن بودن؟ دیو دلبر. الو پپه ببندین تو شاین نجفی دهناتونو. الو پپه تو صندوق کی کسی شمسته از سفر سختی خوبه با تو. من هیتر شاین نجفی هم. چهار تا چیز سفارش دادیم. 3 تاش برای من یکیش برای ملودی. من یه دارک شیک سفارش دادم، یه اسلایس کیک سفارش دادم با یکی هم چشم رو گرفته. حالا شاید سفارش بدم. تارت توت فرنگی. فسی شدی؟ خفه شدی؟ تارت توت فرنگی. استرابری تارت. تارت چیه باشا؟ من نمیدونم تارت چیه. منم نمیدونم.
چازی شدی از همه شدی چازی شدی آیس کارامل ماکیاتو خوشمزه است خوشمزه است. واقعا خوشمزه است آیس چاکلت. این چیزا من چی میگم؟ فراپاچینو. من اول خوندم. من اول خوندم فراپاچینو. چینو. نه اینه کد اومدن هی دور میزدیم تو کافه. توی مدرسه که کد اومدن نمی کنم نه خوش نکرد من اومدن. خودم کد اومدن چند وقت رسیدیم تهران؟ به این خاطر فارسی مامانت اومدم جرت میدم این هم کوبیدم به خاطر مامان ها؟ این هم کوبیدم اومدم به خاطر مامان منم به خودم مامانت اومدم. همچنین به خاطر بابات. اون بابا بگی یه چیزی مامانم یه بدون مثل پسری که خب چی داشتم میگفتم؟ رشته کلام از دستم در رفت. بحث چی بود؟ تارت توفتره نه بعد از اون یه بحث دیگه بود. میگفتی شبیه اینی که کت اومده داشتیم دختر چوپون. آی دختر چوپون. نگاه که پشت گربه است اول مالتو کنده تره بعد مالتو تو تایینه داره من یه دونه اینه دیگه برای من ازش اینجاش به فنا رفت. من برای اینجاش به فنا رفت خب آره 3 تا میز وسط پره و ما شبیه ندید بدیداهی میدویدیم این بر و ویدیو میگرفتیم و یارو کافه داشت اینجا نگاه چه اون پیرمرده کن خودتو اینجوری ماگره است دقیقا اینجوری بود. بچه ها اینا رو سفارش دادیم. این بوگولی ها رو با این بوگولی ها رو بعد حالا میرسیم مسئله اصلی. میرسیم مسئله اصلی. تا دلت میاد اینو بخوری؟ آره من دلم نمیاد. منتظرم شیک ماست خب رسیدیم به بخش گشنه ماجرا. الان حمله میکنه یه لحظه قید میکنه. نگاه تشکیل اپتیکال داره. میخوام یه بلایی سر این میخوام اعدامش کنم. گردنشو میخوام بزنم. کثافت وحشی هتلس تو رو یاد کی میندازه؟ امام حسین بود. امام علی این شکلی بود. نگاه کن. خب چرا هم قطع کنم؟ نه من بگیر. بذارم من ویدیو بگیر. از این چرا داری میگیری؟ من بگیر. خیرتشو خوب به من نداد. کثافت عصبانی ها
همیشه عصبانی. همیشه در حال سرفه. نه یه عدسه هم کردی یه آروغم زدی. بچه ها من بهش افتخار میکنم، گوز داشت نزد. چرا؟ صدا نداشت. یه روزی مثلا قراره یه بازیگر معروف یا یه خواننده معروف این ویدیوها رو میاد تو چنل یوتیوب من میبینن. شیک من نمونده، شیک تو هم ده بخور دیگه. لای کیکاش چیه؟ میوه‌ایه. گوجه. به نظر دهن من نظرت در مورد کیک چیه؟ خیلی؟ خیلی. آره. بومید. منم میگم بومید. نگه کورشم نمیخواد به هم بمونه. واقعا چرا آدم وقتی پارتنرش کورشه نباید باش بمونه؟ من خود بینام نمیتونم مراقبت کنم. تو کور چجوری باید من خودم یه هفته به من فرصت بده آدم دستشویی نمیخواه بری سر پام بگیری که رود نمیشه کیر کنی من همه جا رود نمیشه. نه نمیتونم. حتی تلاشم نمیخوای بکنی مثلا براش یه هفته یه ماه، یعنی نه تو اگه یه بچه کور به دنیا بیاری چی؟ آها من چون از وسطش کور شدم لیاقت زنده موندن ندارم. خدایا چی بگم من به این آدم؟ ما از اولش کور بوده. چند هم دادن احیانا. سه گاله چند باری نگفتم 4 گال دادم، گفتم چند گال دادم. تا 3 بلد نیستی بشماری؟ 1 2 3 ببین داری میری تو مخم و داری میری تو مخم. گالاتو میارم تو سشه. گالو گالیور. این ما گالیور گایملی. گالیور آها گالیور چه چیزی گشت کردم. بابا بسته دیگه امون موقع که اومدیم یه دم آراب میزنه. این بعد اومدیم آش بخوریم بزنیم، آش دوغ داریم میخوریم. پاپیونه چه باحاله؟ آره پرسینه نمیشه برد. 140 تومن کیک خریده کل کافه رو میخواد ببر. یخچال صورتیشون رو این نمیشه برد. یخچال صورتی که بینر گذاشتیم مشتریاتون رو نمیشه برد. قبول کنید خودت قرار بزن. خوردیم ملودی هنو گوش نشه. بالا میرم
به زور خورده، به زور، یعنی داشت اوق میزن اینجوری فشار میداد برو تو پول دادم برو تو هزینه کردم. بریم حساب کنیم. مهمون ملودیم. بچه ها سردمه، دارم بالا میارم، داره میترکه. احساس میکنم اون خرسه رو حاملم. انقدر زیاد بود. بعد رسیده میزمونم شد 600,000 تومن. 60-70 تومنش مالیات بود. کیه لایکش کردی؟ یه رفیق قدیمی که توی کافه کار کرد با مامانم میرفتیم کافه‌شو. ببینمش خارجه؟ نه ایرانه. پول داره؟ نه نمیدونم والا. میاو. چه شد؟ آره چی شد؟ خیلی خوشمزه بود ولی شیرینی الان دل منو زده. دلم یه چیز تلخ میخواد. من یه چیز ترش میخواد. یه قهوه تلخ، نمیدونم هرچی. کاش غذا یا آب میوه داشت حداقل. آب میوه داشت خوب میشه. ببینید تاکسی رو گرفته. معدم هم همه دیدم. خب گایز اسنپ گرفتیم اومدیم بازار لاله. بعد یه انرژی درینک خوردیم، به چند سیگار کشیدیم. اینا یه انرژی درینک خورد انقدر به من نداد. والا بذار راستشو یه انرژی جدی درینک منم خریدیم. خیلی گیر باشیدم. بعد اینکه همین به نظر اکست میبینه این ویدیوی ما رو؟ نه. ایشالله که ببینه خیلی زشتی. الان گفت خاک تو سرم با اون بودم. خیلی زشتی واقعا. امروز پروفایلتو دیدیم خیلی زشتی. چه سلیقه‌ای داشتم. قول نمیدم. قول نمیدم. تو هم به نوعی زشت. من زشتم؟ آره. خدا موقع خود شده قیافت تخمی. خیلی هم شیکه. من بهش کردیت میدم. خیلی شیکه. اصلا آقا من بیام این صندلی خالیه. پس چشامو چی میگفتی صبح؟ خب تشت خوشگله. در موقع هم که میگه عمل نکن دوست دارم. کجا مون لبام هم که گفتی امروز قشنگه. دقیقا مشکلت با چیه؟ ریشام هم بزدم. همش با هم. یه ذره خشن دلش. من خشن تر کنم. دلش اینجوری. چی بگم به تو؟ من عینک ندارم چشام شد. نمیبیند درست که جواب. خسته ای؟ دهنه تو زیاد با نکن کیک ها میریزه بیرون. چقدر کیک خوردید مگه؟ یه کافه رفتیم انقدر کیک خوردیم با دوتا انقدی شیک. اینقدر اسلایس کیک خوردیم. دوتا شد انقدر. اصلا یه کار نکن مصاحبه دوم نشناسن دیگه از اون نیست. 2 اسلایس کیک خوردیم. نفر یه اسلایس کیک خوردیم. آره
یه اسلایس. اسلایسش اینقدری نه به قرآن یه اسلایس اینقدری بود. از اونایی که اسلایس خانواده میدن. نه به قرآن یه اسلایس کوچولو بود. بعد یه دونه شیکن. واسه راستشو بگم اسلایس جوری بود یه میز بودن 6 نفر تولد گرفته بودن. اسلایس رو به عنوان کیک تولد شم گذاشته بودن روش. چرا علکی میگی؟ راستش این راسته. شیک خوردم فقط واسه اون یه نفر یه احساس کردم بود عکس بگیره. اینم برای دلیلای خودشه داره. کوچولو بود به خدا اینقدر بود. برام خوش گذشت. اینی که قبول. مهم این بود خوش گذشت. جیهات دوستش نه دوست پسرش. خوش آمد. جیهات محکم کن. حالا خبرهای خوب آمد. حالا روز اولی که من با ملودی آشنا شدم 2 ساعت اول اومدیم بازار لاله من داشتم با گوشی صحبت میکردم بعد مامان ملودی برگشت به ملودی گفت ای این پسره چه خوشگله دوست پسر جدیدته اینجوری گفتم یه لحظه وایسا نه شوهرشم بعد ادامه صحبت کردم مامانش هم اینجوری داشت نگاه می‌کرد مامانش که کوله آره مامانم از خودش میاد بابام از خوشش بیاد مامانش از من اصلا خوشش نمیاد چرا؟ کلا مثلا چی میگه؟ خب اذیتم کرده. خب باید اذیت کنم. اول اذیت میکنم بعد با هم آدم با هم دیگه خیلی دوست میشه. ولی بابام خوشش میاد. بابات میدونه به سر باحالی. آره. اون مهمه. ببین این صحیح نیست کارت خوب نیست بخاطر اینکه الان به یکیشون داری محبت می‌کنی بعد بری اونجا از رو به رو نه اونجوری نه از رو به رو به دوتا چون دوتا دیگه بعد عدالت رو خوابه جایش کنه حرف میگه بچه دوست داره دست به کار شد ما آره اما یاد بگیریم حمل و نقل عمومی نگاه ما بسید اینا نگه به لحظه ما اینیم شما اینیم حمل و نقل عمومی روشنا به خوش رنگه آره دست نکنش وقتی 250,000 تومان میدی پول رژ لب باید هم خوشگل بشه دیگه آره والا سیگارم راهنما نزدم جیدم جلوش انقدر مونده بود تصادف کنی شات بعدی میریم رو پل حرفمو پس میگیرم با حمل و نقل عمومی نرین جایی 40 دقیقه است تو تاکسی منتظریم 2 نفر نامرد
داشتم میگفتم 40 دقیقه است تو تاکسی منتظریم 2 نفر نامرد پیدا شد ذلیل شدیم تو تاکسی. چوبو خوبی میدم بوکو. آره پیداشم بریم برسیم بالا. حالا میخوایم کرایه‌ش هم بدیم. چیه نگاه میکنی؟ چندشت شد؟ ولی خدا وکیلی یه چیز باید نورمالایز شه به نظر من تو این جهان. من خودم تجربه کردم گوزیدن تو باشگاه واقعا باید نورمالایز شه. تو گذاری تو باشگاه؟ نه نگوزیدم ولی خیلی فشار روم بوده. چرا مثلا حتی موقع زدن حرکات شکم مخصوصا امتحان کردی تا حالا ببینی چقدر فشار میاد به آدم؟ خیلی فشار میاد. قشنگ باد و بود جمع میشه، همه چی جمع میشه، بعد میرسی به نقطه فشار، بعد مثلا داری پلانک میزنی. پلانک اسمش؟ خب مثلا داری اونا میزنی. راننده نگاه چقدر زشتم تو تاکسی. همون با مترو رفت آمد کنی نه؟ من سوار ماشینای گیشه شدم دارم. آره یعنی تو ماشینای گیشه نشستم تو کوچه خیابونش. پیرمرد مهربون مزرعه داره. تو مزرعه شکابه چی؟ چیا داره؟ حالا چی داره؟ نمیدونم یادم نیست. 2 نفر جور شد. آقا ما میخواستیم اون ته پیاده شیم، ما رو این سر پیاده کرد. یعنی یه ذره دیرتر گفته بودم اینجا پیاده میشیم میبور شهرک غرب. مثلا ول میکردی از کنسولوغون مثلا سر در میآوردی. چالوسی که دوست داری. شانس ما هر جا پا گذاشتیم تو پیاده رو چراغ سبز شد، هر جا پشت فرمون بودیم رسیدیم به چراغ قرمز، چراغ قرمز شد. چطور بیا؟ تو هم نکه بگون نکه کاراتو نمی کردی. برسیم در خونه. حست چیه دوست پسر نه پول داره نه ماشین داره نه خونه داره نه اخلاق داره نه قیافه داره نه چرا باش موندی؟ 3 تا دلیل بیار منو قانع کن. مامانتو که نتونستی قانع کنی، باباتو که نتونستی قانع کنی، 3 تا دلیل بیار منو قانع کن. دوستش دارم. منم دوست دارم خیلی زیاد. وای یکی از بهترین لحظه هایی که برای من رقم زدیم اگه یادم نمیره این بود که داخل ندامت که کار میکردیم، بعد همینجوری نشسته بودم اصلا تو حال خودم نبودم، داشتم سیگار میکشیدم، یه دفعه اومد نشستیم. من اون لحظه اصلا از این جهان پرت شدم به یه جهان دیگه. بریم بالا. آقا یکی به این بگه فرنگیس کیه؟ فرنگیس کیه؟ رسیدیم لباسمون عوض کردیم، مامانش ماکارونی درست کرده بود. عجب ماکارونی. تهدیک اصلا تهدیک درست کرده بود. تهدیک آفرین. آره. بعد اصلا یه چیز عجیب غریبی. دست بخور شایی مامانته؟ فیلم ترسناکه؟ در خود به خود با میشه پشمام. اتاقت چه تمیزه ولی خوب شد جمع کردی. نشون بدم؟ نه تپه شده. طویلت بشید میگه شطور با بارش گم میشه.
نه شطور گذشته دیگه گله قطبی. یعنی قشنگ اتاقش وضعیتش اینجوریه که یه دراگی بکشی، گلی چیزی بکشی، بعد حس کنی لای لباسا غرقی، یه موجود کوچولویی یا لای لباسا غرقی، اینجوری از لباسا بری بالا این ور اون ور. قشنگ دارم اینو حس میکنم. ما فرنگیه. وایس این خاطره رو بگم الان یادم اومد. یه بار تو زندگیمون گل کشیدیم، دو بار کشیدیم. خب تو هم قبل من کشیدی. منم یه بار کشیدم، دو بار تو زندگیمون گل کشیدیم. ولی بار دومیه رو نباید میکشیدیم. من بار اولیه رو نباید میکشیدم. خب اون یه دفعه که با هم کشیدیم تو پارکینگ اینا بود و یه باغچه‌ای اون وسط بود. جزیره. بعد کشیدیم دست به دست کردیم، کشیدیم پاسکاری کردیم. بعد من اصلا رفتم، اینم که زودترم من ریغ رحمتو سر کشیده بود. نشستیم و بعد این دورش داشت گربه میدید، اصلا رفته بود توی فاز دیگه. و من اینجوری زوم کردم اون باغچه‌ای که اون وسط بود، یه دونه نخل بود فلان بود. چشامو ریز کردم، حس کردم مثلا تو ماداگاسکار توی جزیره گیر افتادم. بعد اینجوری زدم بهش گفتم ملودی. گفت بله. گفتم اونجا رو نگاه. اینجوری نگاه کرد. گفت خب. گفتم چشاتو ریز کن. چشاشو ریز کرد. گفتم انگار توی جزیره گیر افتادیم. بعد یه دفعه گفت حاجی پشما. بعد شاید نیم ساعت داشتیم به اون جزیره فکر میکردیم. وای. بعد ساعت انگار کش میومد. این نقاشی های سالوادور دالی هست قشنگ اونجوری ها. کلن عجب. ولی دیگه بعد من وقت ناخون داشتم رفتم اونجا اینجوری دستمو گذاشتم، اینجوری یارو دستاشو میگره درست میکرد، اینجوری میبرد دوباره میگره میامد. بعد همونو گرفتم خوابیدم رو مبل زنم ناخون کنم. یه ساعت خوابیدم تو مامان. اونجا دیگه من رفتم خونه. آره. و اومده بودیم اون تیکه تو کدوم کارتون هست مجسمه اینجوری میکنه. اومدیم بالا، اینو نگه دار. اومدیم بالا، بعد ملودی گفت من حالم بده بریم بالا. بگیر نه دست من. میخوام نشون بدم چه جوری. اومدیم بالا، بعد گفتم ملودی یه جوری به مامانت بگو این بنده خدا استرس نگیره. بعد گفت باشه خیالت راحت. حالا حالمونم بد نبودا. بعد چی؟ دوست دختره وقتی میخواه ناخون آره. کنش اینجوری بودم قشنگ. داشتم میگفتم یادم نره. گفتم ملودی یه جوری به مامانت بگو این استرس نگیره. گفت باشه خیالت راحت. بعد یه دفعه در رو وا کرد اینجوری کرد مامان گل کشیدیم حال اون بد شده داریم میمیریم. بعد فقط هول نشی دقیقا اینجوری میگو مامان خیلی حال اون بده فقط هول نشی بابا هم نفهمه. بعد مامانش رنگش پرید شد مثل گچ. بعد اومدیم من گفتم ملودی خاک تو سرت کنم. اومدیم نشستیم اینجا این کره کرده بود داشت پفک میخورد. تو داشتی پفک میخوردی؟ تو هم میخورد. تو چی میخوردی؟ نه من پفک نخوردم، من داشتم همون فلفلی این داشت فلفل میخورد من داشتم پفک میخورد. دراز کشیده بودم بعد مامانش فحش میداد این میخندید من پوکر فیس سقف رو نگاه میکردم. یه داستانی بود ولی ها. بعد پا شدم با چه وضعی رفتم خونه. آره ولی سرگاه سر کار رفتم. سر کار راست میگم. دفعه که تکی کشیدی اونم تعریف کن. بابا یکی رفته بودم یکی از دوستان بره گلن یه بار دیده بودمش بعد گلیه بود. بعد خودش گل پیرنش گل سخنش گل لبش گل دهنش گل بدنش گل اخلاقش گه بعد
اینا اومدم با دوستاشون بشینم بکشم و رول کردم و من دوکام گرفتم. من چه شتی بودم اون منو چت کرد دوکامه. بعد تاجی اینا رفتن تو ماشین نشسته بودنشون گوپس با هنگه میخوندن و هیچ میزدن و اینا. من گوشه نشسته بودم داشتم پلاکای ماشین ها نگاه میکردم نمیتونستم بخونمشون. همینجوری داشتم پوپک می‌ذاشتم دارم پوپک میخوردم. چتیه تو مثل مسی منه. آره جدیه آره چتیه تو مثل مسی منه. مسی هم مثل چتیه توه. ولی تو مس میکنی مثل چت شدن من میشی. خب تو مس میکنی دیدی من چت بودم همه چی رو تحت کنترلم داشتم. ولی مس میشم اینجوری نیستم. ولی تو برعکس مس میشی همه چی تحت کنترلته. چت میشم چت کلا میشی؟ پردم. پرواز. بعد منو داشت میکشون. انقدر نگرانش بودم. دور دهنمون رو پاک نکردیم. پاک نکردی؟ نه چربه میبینی؟ روژه لبم پخش شده من پاک کردم. دارم شبیه اون پسره میشم. کدوم پسره؟ افشاتیک رفیق علیرضا کرسان. آها کرسان با خفه شو علی. محمد افشار. خفه شو علی. چاسی شدم. آیس کارامل ماکیاتو. خفه شو علی. یه خاطره خود تعریف کن. خیلی خنده دار. یکی تو تعریف کن. از دوران مدرسه تعریف کن. یکی تو تعریف کن یکی من. به خدا خاطر خنده دار دوره من تعریف کنم. به نظر خودم خنده داره. میشه ویدیو رو قطع کنی؟ بگم بعد قطع کنیم. کلاس اول سر کلاس نشسته بودیم. بعد نیمکت جلوی من یه دفعه بو گوه اومد. نیمکت جلوی من دیدیم 3-4 تا قلقلی پیپی ریخته زمین. 2 نفر رو اون نیمکت بودن. بعد از شورتشون رد شده بود. اینجوری از شلوارشون رد شده بود. اومده و ریخته بود زمین. بعد معلم گفت کی ریده. اعتراف نکردم. زیر شکنجه اعتراف نکردم. وا ندادن ها. جفتشون هم جون ننهاشون رو قسم خوردن. بعد معلم گفت جفتتون جون ننهاتون رو قسم میخورید. زنگ زد جفت ننه اومدن. رفتن توی اتاقی شلوار اینا رو کشیدن ببینه کی ریده. معلوم شد کی ریده. مامانش اومد با دستکش گوها رو جمع کرد. بچه رو برد خونه بشوره. روشنه بودی؟ اول اصلا یه چیز عجیب خاطره عجیب غریب هم مدرسه است. تو شوک. کسی نرید تو کلاس شما؟ ولی یکی گوزید. آبروش رفت؟ آره. کلاس چندم؟ 4. بعد موقعی هم بوده. آره. همین بوزو زدش میگردن. خواهد کنیم. همینجا خداحافظی کنم. آره دیگه. کلن تموم. آره دیگه. اما محتوام به پایان رسید. یه ذره خفه شدی. نامحرم نیستی که. نامحرم دست از نامحرم. سگ تو روت. خلافه. من خودم تکی برمیگردم. ساعت 2:30 شب سر کوچم دارم میرسم خونم. خیلی روز خوبی بود ولی میگم ساعت 2:30 ساعت 2 شب. بس ببینم دقیق چنده. 1:58 دقیقه. اسنپی خیلی طولش شد. بارون بود ترافیک و اصلا یه داستانی. این ماشینه خیلی خفنه. خیلی
آهن پاره است ولی خیلی خفن. چی داشتم میگفتم؟ آره خیلی روز خوبی بود ولی فکر کنم خیلی ولاگ مزخرفی شد. کلا هم 11 تا سابسکرایب دارم. ولی نسبت به ولاگای قبلی خودم راضی ترم، داره بهتر میشه. اینم اسم ولاگم میذاریم کافه صورتی. داستانیه. شب بخیر. نه یه چی میخواستم بگم. هیچی، شب بخیر.